با سلام خدمت حاضرین در جلسه و رفیق عادل الیاسی. امشب در جلسه هماندیشی چپ ما ادامه بحث‌هایی رو برای وضعیت کنونی ایران، وضعیت جنگ و موضوع نیروهای مختلف سیاسی داریم. مهمان امشب جلسه اه، رفیق عادل الیاسی، عضو کمیته مرکزی کومل سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران هستند. خوش آمدید رفیق به جلسه و خوشحالیم که امشب در خدمت شما هست. به عنوان اولین پرسش علاقه داشتم شما وضعیت کلی که ارزیابی حزب کمونیست ایران و کومله هستش در مورد وضعیت جنگ فعلی و درگیری هایی که هست بدونیم و اینکه چه چشماندازهایی رو میبینید. حالا آروم آروم به سوالای جزئی تر نزدیک میشه، ولی اول این چارچوب کلی رو علاقه داشتیم بدونیم که لحظات فعلی رو شما چجوری ارزیابی میکنید و حزب کمونیست ایران. یه بار دیگه اجازه بدید که سپاسگزاری بکنم از شما که من رو دعوت کردی به جمع خودتون این جلسه و همچنین صحبت ها رو به یاد همه انسان های بیدفاعی شروع بکنیم که هیچ نقشی در این جنگ نداشتن ولی جون خودشون رو در این تقریبا یه ماه گذشته از دست دادن و تمام خانواده هایی که به شکلی آسیب دیدن از این وضعیتی که پیش اومده. در واقع اگه اینطوری بگیم که در جریان شروع این جنگ سه نوع ارزیابی در مورد توضیح وضعیت کنونی وجود داشت در صحنه سیاسی ایران. یکیش این بود که جنگ رو به عنوان یک فرصت بهش نگاه کرد و گفت که این شاید تنها فرصتی باشه، تنها امکانی باشه برای رهایی از سلطه جمهوری اسلامی. این دیدگاه که خیلی هم مطرح بود عموما نه به خاطر الزامن حاکمیت بیش از یا تقریبا یه قرن جمهوری اسلامی، بلکه بیشتر به دلیل ناامیدی خودش به یه قدرت دیگه که بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه امید پیدا کرده بود به جنگ. منظورم گرایش راست درون جامعه ایران بود، این گفتمان راست درون جامعه ایران که در مدت گذشته خیلی روی تغییر و تحولات درون جامعه حساب نکرده بود. به هر حال به همین دلیل که جنگ شروع شد خیلی طبیعی بود که این گفتمان سیاسی این رو به عنوان یک فرصت بدونه. یک گفتمان دیگه بود عکس این بود و غالبا ارزیابیش این بود که جنگ به هر حال نتیجه خوبی نخواهد داشت. جنگ در هر حال همراه خودش نه تنها فرصت رو تولید نمیکنه بلکه فرصت های بالفعل و بالقوه را هم اگه قبل از جنگ وجود داشته رو از بین میبره. به همین دلیل موقعیت خودش رو با نفی پدیده جنگ تعریف کرد، یعنی یک موقعیت نفی یک پدیده که مطرح هست رو برای خودش در نظر گرفت و این دیدگاه، این گفتمان سیاسی به همین دلیل خودش رو در نفی اونایی هم که حمله کردن یا جنگ رو شروع کردن دید و این رو وصل کرد به اون تئوری های کلاسیک امپریالیزم و خواست ابرقدرت ها برای ایجاد تغییر و تحولات در کشورهای بخصوص که بهشون میگن پیرامونی جهان سومی و از این عبارتی معمولا برای تعریفشون استفاده میشه و تبلیغاتشون بیشتر فوکوسش روی این بود که به نوعی افشاگری بکنه در مورد سیاست های ابرقدرت های جهانی، در این مورد مشخص آمریکا و به نوعی دولت اسرائیل هم که نقش داشت.
یک دیدگاه سوم یا یک گفتمان سومی من وجود داشت که به اندازه اون دیدگاه اول صداش بلند نبود. اونم این بود که مخالف جنگ بود، یک موقعیت معارضه با ابرقدرت‌های جهانی رو برای خودش در نظر گرفته بود. ولی در عین حال وظیفه خودش رو هم میدونست که بگه در شرایطی که این جنگ شروع شده که و من درش نقشی نداشتم و مردم عاملیتی نداشته، به هر حال باید به فکر یک کاری بود که این تهدید حد الامکان به یک نوع فرصت تبدیل بشه، نه اینکه در خودش فرصت مثل اون گرایش راست درون جامعه که امید بسته بود تغییر و تحولاتی در ساختار سیاسی جامعه ایران به وجود بیاد و این فرصت به معنی رسیدن به قدرت، نه، بلکه به این معنی این گرایش سوم یا این دیدگاه سوم نفی جنگ رو میکنه، تهدیدات اصلی اون رو میبونه و در یک مقیاس تاریخی هم میتونست توضیح بده، استدلال بکنه چرا این نوع جنگ ها نمیتونه نتایج خوبی برای یه جامعه داشته باشه. ولی در عین حال عملیات خودش و جامعه رو در فرایند این جنگ و اینکه به هر حال باید تلاش کرد در شرایطی که من درش قدرتی نداشتم، من به عنوان مردم، به عنوان جنبش های اجتماعی هیچ عملیاتی نداشتم، ولی بعد از این بتونم بی نقش نباشم و صحنه تغییر و تحولات رو ول نکنم برای اونایی که این وضعیت رو پیش آوردن. من اگه توضیح بدم موقعیت کمله و حزب کمونیست ایران رو، شاید بیشتر اون رو در این گرایش سوم قرار بدم و به نظر من یک ارزیابی درستی بود، یک موقعیت مناسبی بود برای حزبی که تجربه نیم قرن مبارزه رو فقط داره. این رو هم تجربه این رو هم داشت که جنگ ایران و عراق رو هم تجربه کرده بود و تونسته بود همون بینش خودش رو، همون موقعیت خودش رو، یعنی شرایطی که من در وجودش نقشی نداشتم ولی بتونم در اون بی نقشم نباشم بعد از اون، این رو به نظر من به درستی ایفا کرد. شما میدونید کماله و حزب کمونیست ایران در دهه 60 که جنگ شروع شد جزی اون گرایشاتی نبود که گفت یک رژیم خارجی به خاک و میهن حمله کرده. صرف نظر از ضدیت من با استبداد رژیم جمهوری اسلامی، من اولویت قرار میدم مخالفت با اون رژیم یا اون دولتی که تعرض کرده به مرزهای ایران و جز اونایی هم نبود که این حمله رژیم بعث به ایران رو و جنگی رو هم که شروع شده بود رو این رو به عنوان، چگونه بگم، به عنوان یک فرصت ببینه و بگه این خب جمهوری اسلامی من از طریق مقاومت نتونستم از بینش ببرم بعد از انقلاب، حالا که یه رژیم خارجی اومده، خب دشمن من دوستمه، مثلا از این طوری کلاسیک استفاده بکنه. تونست در اون دهه 60 یه توازنی رو برقرار بکنه که شاید گفت نقشی رو ایفا کرد به شکلگیری جنبش اجتماعی در کردستان و در رأسش اتفاقا جنبش کارگری خیلی کمک کرد. یعنی در یک منطقه، در یک قلمرو جغرافیایی مثل کردستان که تجربه به طور واقعی مبارزه سازماندهی شده طبقاتی رو قبلا نداشت، به خاطر عقب افتادگی اقتصادی، نبود سنت مبارزه سازماندهی شده و فراتر از اون نبود یک طبقه کارگر مدرن، خیلی کار دشواری بود شما در عین یک جنگ وسیع که مناطق کردستان رو فرا گرفته بود و یک دستگاه سرکوب وسیع و در عین حال یک مبارزه مسلحانه که در بیان داشت، شما بری یک جنبش اجتماعی رو مثل جنبش کارگری در
درون چنین جامعه گسترش بدی، بهش یه هویت بدی. حالا جنبش زنان و جنبش دفاع از حق کودک و این سنت هایی که بعدا در کردستان خیلی شناخته شد، اینا رو به جای خودش میشه مورد ارزیابی قرار داد و به این لیست ایفای نقش مهم اضافه کرد. میخوام اینو بگم که این گرایش سوم در خانواده چپ بود. اون گرایشی بود و این رویکردی بود که حزب کمونیست ایران و کمله پیش گرفت. ولی نمیخوام اغراق بکنم و بگم تمام زوایای واقعیت رو در این مدت تقریبا یک ماه رو ما تونستیم بازگو بکنیم، پوشش بدیم و یا تمام زوایای دیده نشده این حوادث رو در معرض قضاوت جامعه قرار بدیم. به نظر من بعضا ما دچار بعضی ارزیابی ها شدیم در این جریان این جنگ. شاید مهمترینش این بود که به موقع بعد از همون جنگ 12 روزه تلاش های خودمون رو برای تقویت این گفتمان خودمون در درون چپ از طریق به سراغ بقیه جریان ها رفتن، از طریق یک کار میدیایی سازماندهی شده این رو پیش نبردیم و به نوعی غافل شدیم بعد از جنگ 12 روزه که ممکنه اون جنگ 12 روزه پیش زمینه یه جنگ وسیع‌تر خواهد بود. این ارزیابی رو، این فرصت رو، یا هر چی اسمش میذاری، این دوره گذار از جنگ 12 روزه به جنگ کنونی رو، اون رو به طور قابل توجهی اونطوری که لازم بود مورد استفاده قرار ندادیم و خود شروع این جنگی که حالا داره سقف یک ماه رو هم طی میکنه، این رو از دست دادیم. یک مسئله دیگه که میشد ما هم مثل بقیه چپا بیشتر بهش توجه بکنیم، مسئله خود بافت جامعه ایران بعد از این سرکوب خونین بود و اونی که دیگه بعدا هم جنگ 12 روز و این جنگ هم به دنبال داشت. این تأثیراتش روی جنبش های اجتماعی، ما میگفتیم جامعه باید خودش سرنوشت خودش رو به دست بگیره، میگفتیم مردم باید عملیات پیدا بکنن، میگفتیم که نیروهای خارجی و نیروهای امپریالیستی نمیتونن آینده خوبی رو برای این جامعه به ارغوان بیارن. ولی در عین حال یه خوانش دقیق میدانی و علمی رو در مورد وضعیت روحی و واقعی و مادی درون جامعه نداشتیم. ما نمیدونستیم مثلا جنبش های اجتماعی، اونایی که جنبش های کلاسیک معروفن، از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش معلمین و آخر، تا میرسه به یک جنبش های نوینی مثل جنبش زن، زندگی، آزادی، چگونه تأثیر گرفتن از اون سرکوب های پی در پی و چه تأثیراتی گرفتن از شرایط جنگی و نمیدونستیم که این بحران های اقتصادی چگونه بر فعالین این جنبش ها تأثیر گذاشته و حضور اونها رو در صحنه فعالیت خودشون رو مورد تأثیر قرار داده و اونها در چه شرایطی قرار گرفتن. به عنوان مثال میگم، آمار خود سازمان آمار جمهوری اسلامی که مهاجرت شهرنشینان به مناطق حاشیه‌ای رو، گسترش این رو بهش اشاره کرده بعد از جنگ 12 روزه، که چگونه به خصوص افراد شناخته شده اجتماعی، تحصیل کرده ها، اونایی که شناخته شده بودن، به طور وسیعی شهرهای بزرگ رو ترک کردن. خب ما نرفتیم مطالعه بکنیم ببینیم آیا این شامل فعالین جنبش‌های اجتماعی میشه، آیا این تأثیری میذاره اگه جنگی شروع شد این فعالین در حوزه فعالیت خودشون، در محیط فعالیت خودشون غایب خواهند بود و تأثیر این بر تداوم جنبش‌های اجتماعی. همچنین ما مطالعه نکرده بودیم موج وسیع بیکارسازی ها که بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی شروع شده بود، اخراج ها در نهادهای دولتی،
در محیط کار دیگه که در جامعه وجود داشت و جمهوری اسلامی خیلی سازماندهی شده رفته بود اینا رو طبق آمارهای خودشون شناسایی کرده بود، اونا رو اخراج کرده بود و به طور طبیعی اونها به ناچار به خاطر پیدا کردن یه شغل دیگه، یه منبع درآمد دیگه برای در حال تأمین نیازمندی های زندگی خودشون و خانواده هاشون شاید به شهرهای دیگه و محیط دیگه سرازیر شدن و عملا ترک کردن محیط کار و زندگی و فعالیت خودشون. میخوام بگم که این دیدگاه سوم با وجود اینکه یه نوآوری رو در تحلیل خودش داشت، ولی مهمترین عنصر رو و عرصه رو که برای یک جریان چپ مارکسیستی مهمه، اون رو شاید به دلایل طبیعی و منطقی قدرتش نمیرسید یا هر کاری دیگه به نوعی فراموش کرد. اونم همون جامعه هست. فوکوس به نظر من زیاده از حد روی قدرت های پرنفوذ در ایجاد این شرایط، یا این دولت ها و روندهایی که بر اثر نقش این دولت ها به وجود اومده تأثیر گذار که ما فراموش بکنیم اون مناسبات درون جامعهمون، تأثیرات روی جنبش های اجتماعی، فعالین این جنبش ها و کلا روحیه جامعه برای اینکه بتونه دوام بیاره در یک جریان شرایط جنگی. و در این حال فراموش کردیم تأثیرات روحی روی نسل هایی که تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و شاید دو فاکتوری به نوعی هم تحت تأثیر این تبلیغات وسیع، اون دو حداقل گرایش منتسب به راست، این رو هم فراموش کرده بودیم که این دستگاه تبلیغاتی ممکنه بخشی از این جامعه رو که دیگه دوام نمیاره در مقابل دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی، ممکنه اینا رو جذب بکنه و جامعه یک امید کاذب رو پیدا بکنه به این نیروهای خارجی، حتی در میان اونایی هم که میدونستن در یک مقیاس تاریخی حمله نیروهای خارجی به یک کشوری مثل ایران نمیتونه نتایج مورد توجه اونا رو به وجود بیاره. به یک کتاب میخوام اشاره بکنم، اسم کتاب به انگلیسی هست The Sociology of the War and Violence. این یک نویسنده مال سربه به اسم سینیسا مالویجیچ این کتاب رو نوشته. مضمون کتاب در مورد تاثیر جنگ روی جنبش‌های اجتماعیه. خیلی کتاب خوبیه، حتما من لینک این رو براتون میفرستم که بتونید اینو خریداری بکنید از طریق رفیق یوسف، میفرستم براتون. این کتاب خوبیه که برای ماهایی که میخوایم جنبش های اجتماعی رو یا جامعه رو تحت نظر داریم، در عین اینکه روش و رفتار دولت ها رو هم ازش غافل نیستیم، که ببینیم وقتی جامعه به حاشیه رانده میشه و یه جنگ شروع میشه، این چگونه میتونه روی ادامه کاری این جنبش ها تأثیر بذاره. من تلاش کردم این رو به نوعی ترجمه بکنم تأثیرات روی جامعه مثل ایران و از اون تئوری ایشون استفاده بکنم که میگه در جوامعی که هنوز نتونستن خودشون رو از دست استبداد سیاسی رها بکنن و نتونستن یک دوره شکوفایی فعالیت رو تجربه بکنن، آزادی های نسبی رو داشته باشن، به اتحادی ها و تشکل های مستقل شکل بدن، چگونه جنگ میتونه برای ده ها سال اونها رو از شکل دادن به چنین نهادهایی که برای پیشبرد فعالیتشون حیاتی هست به عقب میرانه. تمام میکنم این بخش رو به این جمله که احزاب چپ متاسفانه نقش مثبتی رو نتونستن، اونطوری که در نمیگم شاید اشتباه باشه میگم مثبت، نقش قابل انتظاری رو نتونستن ایفا بکنن به شکلی که بتونن حداقل اون مبارزین چپ خارج کشور رو برای یک اقدام جمعی در خارج کشور سازمان بدن
با مطالعه وضعیت این احزاب سیاسی چپ در خارج کشور ما می‌بینیم که درجه نفوذ اونها و قدرتشون برای سازماندهی در اوج یک اتفاق مهم گسترش پیدا نکرد و اونها در محافل پراکنده باقی موندن و یک اتحاد مشترک رو حداقل از لحاظ عملی نتونستن بهش شکل بدن. میخوام بگم در ادامه صحبتامون خیلی مهمه که به نقش احزابم در این زمینه اشاره بکنیم. ممنون. یه سری سوالا هست، من از ساده ترینا شروع میکنم که سریعتر بریم جلو. بعد اگر دوستان رفقایی هم در جلسه سوالی داشتن لطف کنند یا دستشون رو بلند کنند یا در چت بنویسن که من مطرح کنم. من برای اینکه به اصطلاح یه مقدار از کل به جز بریم، مسئله تو سطح حقوق بین‌الملل هم برای من جالبه که بخواستم موضع حزب و خود شما رو بدونم، چون حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران یا جمهوری اسلامی ایران حتی موجب شد که اعتراض اعضای ناتو مثل و جامعه اروپا رو مثل اسپانیا داشته باشه که این نقض حقوق بین الملل هست. حالا معمولا خودتون میدونید که حتی کشورهای ناتو هر کاری که آمریکا انجام میداد یا موضع خنثی میگرفتن یا تاییدآمیز، که حالا مثلا تو آلمان اینطوریه. و این به هر حال یکی از بازماندگان به اصطلاح سیاست کلاسیک احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپایی هست در مورد چنین تجاوزاتی. ما تو جنگ عراق و که در حمله جورج بوش بود، موضع رو در آلمان داشتیم که به اصطلاح همکاری با حمله نمیکرد. من میخواستم ببینم که آیا ارزیابی از طرف خودتون یا حزب هست که این حمله نقض حقوق بین الملل هست توسط آمریکا و اسرائیل، یا در این مورد هنوز ارزیابی ارائه نشده؟ بعدم میریم به سراغ سوالهای دیگه. مرسی. بله هستش. ببینید در منشور سازمان ملل اومده که شما در حالی که مورد حمله قرار گرفت، حالا بس دیگه در مورد استفاده از خشونت، اونجا که باید شما مورد حمله قرار گرفته باشید و بتونی از خودتون اون وقت دفاع بکنی. فرمولی که دولت آمریکا ازش استفاده کرد برای این نبود که بهش حمله شده، بلکه یک اقدام بازدارنده بود. حمله میتونه اتفاق بیفته، یا در ارزیابی ما وجود داره که جمهوری اسلامی در آینده نچندان دور میتونه چنین تهدیدی برای ما باشه. به همین دلیل حمله ما بازدارنده است و این در هیچ کدوم از مصوبات و اسناد بین المللی، قوانین بین المللی وجود نداره که یک دولت بتونه به یک دولت دیگه یا به یک کشور دیگه حمله بکنه با چنین توجیهاتی. ولی شما میدونی قانون ادامه سیاسته، حالا چه در سطح کشوری چه در سطح بین المللی. و اونی هم که قدرت داره طبیعتا بیشترین نفوذ رو داره که قانون رو ترجمه بکنه. مثلا در یک چارچوب یک کشورم اون دولتی، اون جناح یا اون حزبی یا احزابی که در دولت هستن، اون قوانین رو که تصویب شده خودشون ترجمهش میکنن یا قوانین جدیدی رو تصویب میکنن که ادامه قوانین پیشین باشه تا بتونه با سیاستاشون همخوانی داشته باشه. آمریکا یه ابرقدرته. نفوذ اقتصادی و تکنولوژی آمریکا در سطح جهان به حدیه که کشورهای ضعیفتر نمیتونن ایشون این قدرت رو به چالش بکشن در مورد ترجمه قوانین بین المللی. جالب این که خود آمریکا بیشترین این قوانین بین المللی رو امضا نکرده، ولی از اونها استفاده میکنه که سیاست های خودش رو پیش ببره در سطح بین المللی. به همین دلیل قابل دفاع نیست از لحاظ قوانین بین المللی. ولی عرض کردم که با توجه به اینکه قانون خودش ادامه سیاست هست، خب اونی که قدرت سیاسی بیشتر رو در سطح جهان داره این قوانین رو میتونه ترجمه بکنه به این شکل که آمریکا کرد، گفت اقدام من بازدارنده است و این میگنجه در چارچوب همون قانون بین المللی که میگه اگه مورد تهدید حمله قرار گرفتی حقته که از خودت دفاع بکنی. و پس هر کی زرادخانش گنده تر باشه قانون رو بهتر تفسیر میکنه با
بپذیریم. بله بله خب ما هم بریم پس زرادخانه اون بزرگ کنیم. حالا بگذارید روی چیز ابرقدرت اشاره کردید. این مسئله هستش که من اتفاقا این نکته جالبیه، چون بحثی که مقایسه جنگ ایران عراق، جنگ کلاسیک دولت‌های ارتجاعی با هم دیگه هست، با جنگ هایی که در حقیقت همونطور که گفتید مثلا یه ابرقدرت، یه دولت امپریالیستی مثل آمریکا یا یه به قول معروف دولت آپارتاید اسرائیل حمله میکنه با تجهیزات زیاد، که اتفاقا من امروز داشتم سر آمار و ارقام برای کار دیگه ای به اصطلاح بررسی میکردم، داشتم تجهیزات طرفین درگیر رو با آماری که به اصطلاح مؤسسه جهانی سیپری داده از لحاظ اسلحه و مهماتی که این نیروها دارن، بدون در نظر گرفتن سایر کشورهای خاورمیانه که پایگاه‌های آمریکا توش هست، فقط خود آمریکا حدود 960 میلیارد 2024، چون هنوز آمار 2025 بیرون نیامده، و اسرائیل هم حدود 50 میلیارد دلار اسلحه خرید. جمهوری اسلامی به دلیل تحریم 7.5 میلیارد. در حقیقت درصدی که گرفتن، چون این عدد ما رو گیج نکنه، یعنی 99% سلاح‌هایی که در این جنگ هست در اختیار آمریکا و اسرائیل، 1% دست دولت ارتجاعی جمهوری اسلامیه. خب این جنگ به اصطلاح کلاسیک مثلا عراق یا ایران یا افغانستان و پاکستان و این چیزا، گرچه نیابتی اونا چیز نیست، تفسیر نمیشه بعضی موقع تو تحلیلی که میبینیم، چون اینا در حقیقت یک جنگ یک طرفه است که بین یک دولت ارتجاعی مثل جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی یا دولت امپریالیستی، مثل مورد حمله‌ای که مثلا به عراق شد، حمله‌ای که به لیبی شد، حمله‌ای که الان به ایران شد. توی این تحلیل شما تو کدوم کاتگوری میبینید این حمله رو؟ یه جنگ کلاسیک یا یه جنگی که به هر حال خود ویژگی‌های خودش رو به همراه داره که باید بهش توجه کرد؟ اتفاقا این رو میخواستم در همون صحبت های اول بهش اشاره کنم، ولی گفتم صحبت ها طولانی نشه. یکی از اون مسائلی که ما چپ ها بعضا ازش غافل موندیم همون این مسئله ابزارهای جنگی یا تکنولوژی جنگه، که خیلی تأثیر گذاشته روی نقشه های سیاسی دولت ها. اون جنگ های کلاسیک فکر کنم برای حداقل یک دولت از لحاظ نظامی پیشرفته مثل آمریکا دورش به سر اومده. اونایی که ارتش رو پیاده میکنی، نمیدونم هزاران نفر و دستگاه های تانک و توپ و از این مسائل رو میبری، مثلا یک کشور رو محاصره میکنی تا اینا از لحاظ حضور فیزیکی به یک محیط جغرافیایی این رو تصرف بکنن. این تکنولوژی جنگی که در اختیار داره اصلا اهمیت این چنین جنگ های کلاسیکی رو کاهش داده. جمهوری فکر کنم در تاریخ اتفاق نیفتاده در اولین روزهای جنگ سران اصلی اونایی رو که مورد حمله قرار گرفتن از بین برن. حالا فرق نمیکنه شما کجا خودت رو قایم میکنی، هفت هشت طبقه زیر زمین هستی یا هر کجا هستی، این تکنولوژی جنگ و دستگاه های پیشرفته جاسوسی، حالا هوش مصنوعی، این مسائل دارن بهش اضافه شده که در تصورات ما که اون اطلاعات رو نداری نمی گنجه چقدر میتونه براشون کارساز باشه. به همین دلیل من فکر میکنم این تکنولوژی جنگ هزینه جنگ رو از لحاظ افکار عمومی و حتی مخارج اقتصادی و تبعات اقتصادی برای دولت‌هایی که دارای این تکنولوژی هستن کاهش داده. من فکر میکنم برخلاف اونایی که میگن دولت آمریکا بدون برنامه وارد این جنگ شد و هزینه های این جنگ رو در نظر نداشت، فکر کنم در نظر داشت و در مقایسه با چنین جنگ هایی در تاریخ این هزینه براش خیلی کمتر بود. مثلا برای روسیه اینطور نیست. روسیه خیلی هزینه بیشتری میکنه در اوکراین برای اینکه جنگ کلاسیک رو داره پیش میبره، شاید بیشتر به دلیل اینکه تکنولوژی آمریکا رو نداره و داره هزینه های چه از لحاظ انسانی چه از لحاظ اقتصادی بسیار بالاتری پرداخت میکنه. شما هر سرباز آمریکایی که زخمی یا کشته میشه افکار عمومی رو تحت شعاع قرار میده. حتما باید بیان این رو توجیهش بکنم. یک
پادگان نظامی آمریکایی ها در منطقه مورد حمله قرار میگیره، فوری باید توجیهش بکنن. یعنی سطح توقع جامعه اینقدر بالاست از این ابزار و این تکنولوژی جنگ که حتی پایین ترین سطح هزینه رو هم از این لحاظ قبول نمیکنه و فورا یک اجماع اجتماعی و افکار در میان افکار عمومی به وجود میاد که دولت آمریکا رو تحت فشار قرار میده. این در حالی از طرف مقابلش، یعنی ایران، جمهوری اسلامی، فرق نمیکنه چقدر هزینه پرداخت بکنه، نیروهای اصلی رو از بین بره، فرد اول کشورشون یا نظامشون کشته میشه در همون روز اول، فرمانده های نظامیشون از بین میرن، ولی تأثیری از لحاظ افکار عمومی آنچنان که خود دولت آمریکا طرف مقابل تقبل میکنه اونها تحت این چنین فشاری قرار نمیگیرن. میخوام بگم تغییر در این تکنولوژی جنگ در عین این که دست بالایی رو به یه دولت مثل آمریکا داده، ولی در عین حال هم کوچکترین و پایینترین سطح هزینه رو هم در سطح افکار عمومی براش بیشتر میکنه. من فکر کنم این مسئله حمله نظامی و پیاده کردن نیرو و این جنگ کلاسیک در ادامه این جنگی که داریم در مورد صحبت میکنیم اتفاق نمیفته. ممکنه حالا یه جزیره رو که موقعیت استراتژیک داره اینا رو تصرف بکنن و چنین مسائلی اتفاق بیفته، ولی در سطح وسیع اونی که در سال 2003 اتفاق افتاد در مورد عراق، فکر نکنم چنین مسئله اتفاق بیفته. شما به اقدام جمعی نیروهای تب اشاره کردید و در این حال به مسئله جنگ و گرفتن عملیات از جنبش‌های توده‌ای با توجه به معضل مشخصی که خب زیر بمباران ها، زیر نابودی شهرها، بیمارستان ها، دانشگاه ها که علاوه شده بر اهداف اولیه نظامی و داره همینجوری ادامه پیدا میکنه، منابع آب، غیرزالک، این حملاتی که داره انجام میگیره توسط اسرائیل و آمریکا تو این شرایط و شرایط پلیسی نظامی که جمهوری اسلامی ناشی از اون همه رو به عنوان جاسوس اسرائیل یا آمریکا میگیره، تظاهرات یا اعتصاب در حقیقت شانس کمی داره که به اون اشکال کلاسیک جنبش توده‌ای بشه. فکر میکنید آیا مبارزه ضد جنگ و خواست آتش بس فوری تو این لحظه سیاسی کمکی به در دستگیری مجدد عملیات مردم یا عملیات کارگران و زحمتکشان، چه حالا فعالین خارج کشور که همراهی میخوان بکنن با این جنبش، چه مردم داخل، میتونه داشته باشه، یا باید چپ اهداف دیگه ای رو در لحظه فعلی تبلیغ کنه یا روش کار کنه؟ منظور جنبش اعتراضی در درون کشور یا خارج کشور؟ جنبش اعتراضی خب الان در درون کشور برای شانس بسیار کمی داره، چون سریعا به عنوان اعتراضاتی که توسط موساد سازماندهی شده اینا ممکنه خطرات زیادی برای مردم ایجاد کنه و برای ما که خارجی از اختیار اون خارجی اونجا چه رخ میده با توجه به قطع اینترنت و ارتباطاتی که کم شده. مسئله من اینه که خب چپ که اشاره کردید فعال برخورد کنه، آیا یکی از سیاستاش میتونه مسئله قطع فوری جنگ و آتش بس باشه، یا نه شما تاکتیک دیگه ای رو برای چپ پیشنهاد میکنید یا حزب کمونیست کومله؟ نه، به نظر من مسئله قطع جنگ و پایان جنگ حتما باید در یکی از، یا میتونم بگم اساسی ترین خواسته با چپ ها باشه. ولی اینکه یه جنبش اعتراضی وسیع شکل بگیره، مثلا از نوع جنبش اعتراضی علیه جنگ ویتنام یا حتی جنگ عراق هم، من این رو خیلی نمیتونم پیش بینی بکنم که ممکنه راستش. یکی از دلایل اصلی چنین مشکلی در این عرصه اینه که در حال حاضر این جنبش دفاع از جنبش فلسطین که شکل گرفته بود قبلا بعد از جنگ غزه، این بسیار تحت تأثیر نیروهای اسلامی است. بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، این جنبش این خواست رو به دست گرفت، یعنی پرچمدار مخالفت با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم شد و فکر کنم این بسیاری از افراد و نیروهای آزادیخواه رو دست به عصا کرد که وارد این جنبش بشن.
یعنی من به یاد ندارم و ندیدم و نشنیدم یکی از این جنبش های دفاع از جنبش فلسطینی که فکر کنم در ماهیت خود یک جنبش آزادی خانه هست علیه حمله اسرائیل به غزه و کشتار وسیعی که اونجا کرده، که اونجا نیروهای اسلامی و طرفدار جمهوری اسلامی حضور نداشته باشن. همین امروز یه گزارش رو از BBC انگلیسی نگاه میکردم در لندن که در میان اونا اعتراضات هفته‌ای دارن جنبش فلسطین در لندن، فکر کنم در بیشتری از پایتخت‌های شورای اروپایی. اونجا پرچم جمهوری اسلامی دیده میشد و شعار میدادن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. مثلا فکر کنم این تأثیر منفی داشته که اون جنبش های آزادی خواه، احاد و نهادهای پیشرو که معمولا علیه جنگ های امپریالیستی شکل میگیرن، در این مورد شکل بگیره، حداقل در کوتاه مدت. میتونه این شرایط عوض بشه اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، هزینه انسانیش بالا بره، کشتار وسیعی شکل بگیره در حملاتی که میشه به شهرهای ایران. ممکن این توازن تغییر پیدا بکنه، ولی در حال حاضر من ندیدم و نشنیدم که چنین جنبشی زمینه‌هاش به اصطلاح فراهم، فراتر از در سطح سیاسی و تبلیغاتی نیروهای مشخصی، تا جایی که به خود چپ برمیگرده این بخش از سوال شما که آیا میتونه این یه عرصه‌ای باشه که ما خودمون بتونیم به شکل بدیم و به سازمان بدیم یه حرکت رو. میشه این کارو که به نظر من باید حتما این کارو بکنیم، ولی نیروهای چپ، احزاب چپ ایرانی، ماها که باشیم، این قدرت اجتماعی رو نداریم در خارج کشور. یعنی هیچ کدوم از ماها به طور واقعی جریانات اجتماعی در سطح وسیعی نیستیم در خارج کشور تا بتونیم مثلا در میان غیر ایرانی ها، خارجی ها که در کشورهای مختلف چنین نفوذی داشته باشیم، اینا رو جمع بکنیم و یه جنبشی رو به شکل بدیم که قاطی اون جنبش تحت نفوذ اسلام گرایان نشه، ولی در عین حال همسو هم باشه با اون جریان پیشروی که از جنبش فلسطین و از حقوق فلسطین ها دفاع میکنه. تا زمانی که این نفوذ اجتماعی رو نداریم و خودمون هم دارای یک نیروی حزبی زیادی نیستیم، یعنی احزاب و نهادهای چپ ایرانی خارج کشور، فکر کنم دیگه خیلی دشواره، حداقل در کوتاه مدت. بله، اتفاقا فقط جهت حالا هم اطلاع حضور بینندگان چون فیلم رو بعدا خواهند دید، توی حداقل آلمان همین یک شنبه تظاهراتی که بود برلین، و با در تلاش حزب چپ آلمان که در حقیقت یه فراکسیون مهم داخل احزاب سیاسی موجوده، در حقیقت اتفاقا ممنوعیت پرچم جمهوری اسلامی و پرچم دولت ها مطرح شد و بازم طرفدار جمهوری اسلامی سعی کردن بیان یه عکسی بگیرن، مثل سلطنت طلبها که میمدن قبلا، حالا زیاد شدن، قبلا دو نفرشون میمدن یه عکسی میگرفتن بغل تظاهرات نیروهای پیشرو و تظاهرات رو میخواستن به نام خودشون بکنن. به هر حال امیدوارم نیروهای چپ بتونن بهتر نقش مستقل خودشون با همکاری نیروهای چپ بین‌الملل ایفا کنن. اون تا برگردیم به پرسش‌های به یه مقدار مشخصا مربوط به کردستان. یکی از به اصطلاح این پرسش‌هایی که برای من فرستاده شده این هستش که نگاه شما به ائتلاف 6 گروه چطوره و چه ارزیابی دارید و چه چشماندازی رو برای فعالیت‌های نیروهای کرد در مرز یا داخل مناطق کردی می‌بینید؟ شما مطلع هستین این نهاد شش حزبی که بهش اشاره کردی؟ قبلا ما هم باش بودیم، اسمش مرکز دیالوگ احزاب کردستان ایران بود، بعد تغییر اسم داد به مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران. سیاست رسمی کمله در این مورد رو عرض می کنم. من نظر شخصی رو هم بهش اضافه میکنم بعد از اون تفاوتایی رو اونجا براش قائلم، ولی تا جایی که به
سیاست رسمی ما برمیگرده، جهتگیری این بود که ما وارد دیالوگ میشیم با این احزاب، وارد گفتگو میشیم، ولی در نهایت دورنمایی رو نمیبینیم برای اینکه با این احزاب یک نهاد پایدار همکاری رو تشکیل بدیم. حتما اطلاعیه های رسمی کمیله رو مطالعه کردیم. اونجا اشاره میشه که این نهاد و احزاب خیلی زیاد تحت تاثیر سیاست های اسرائیل و آمریکا قرار گرفتن و عملا خودشون رو آماده کردن به نوعی ایفای نقش بکنن در شرایطی که پیش اومده و اگه ناآگاهانم بوده به بخشی از این سیاست ها تبدیل میشه. و اینکه ما به عنوان یه جریان چپ و سوسیالیستی نمیتونیم به بخشی از سیاست دولت ها تبدیل بشیم که دارن حمله میکنن و از ابزار نظامی استفاده میکنن برای ایجاد تغییر و تحولات در جامعه، که به نظر من در کلیت خودش یه سیاست مناسبی، یه همخوانی داره با تاریخی که ما به عنوان یه جریان چپ، قبلا گفتم از جنگ ایران و عراق گرفته تا بقیه، ما همون سیاست رو عملا داشتیم. این بخشی که مربوط به بیشتر نظر شخصی من و نقدی که شاید به این سیاست رسمی داشتم، همون کمرنگ شدن ایفای نقش خودمون، عملیات خودمون. یعنی شرایطی پیش اومده، احزاب همه عجله میکنن در اینکه یه ائتلاف تشکیل بدن، داره یه تغییر و تحولاتی به وجود میاد، نباید نقش ما کاهش پیدا بکنه به فقط نفی این وضعیت، باید عملیات خودمون رو حفظ بکنیم. در جریان شکلگیری همکاری این احزاب کردستانی، این ترجمه من از این عملیات این بود که حالا که توافق نظر داریم، سیاست و عملکرد این جریانات کردستانی یا احزاب کردستان تأثیر میذاره روی وضعیت کردستان، میتونه تأثیر بذاره روی جنبش هایی که در درون جامعه وجود دارن. و حتی اگه این ارزیابی هم درست باشه که اینا به بخشی از سیاست دولت ها تبدیل میشن، ما نباید اون میدان رو خالی بکنیم به عنوان یه جریانی که در اون منطقه به هر حال هستیم، نیرو داریم تا اونها بتونن سرنوشت این جامعه و روند و تغییر و تحولات رو رقم بزنن. این به معنی این نبود ما بریم وارد این نهاد مشترکشون بشیم، بلکه به این معنی بود که در درون بتونیم تأثیرات احتمالی منفی اون رو کاهش بدیم، یا حداقل از طریق در معرض جامعه قرار دادن مضمون و ماهیت اون کمک بکنیم یه فشار اجتماعی شکل بگیره تا این احزاب نتونن، اگه این ارزیابی درست باشه، تبدیل بشن به بخشی از پروژه آمریکا و اسرائیل در منطقه. این ارزیابی رو هم من قبول نداشتم که این احزاب به پیاده نظام این دولت ها تبدیل میشن یا تبدیل شدن، اسلحه میگیرن، پول میگیرن، خودشون آماده کردن در نقش فقط جنگجویان آمریکایی و اسرائیلی، ولی با اسم حزب خودشون برن مثلا وارد خاک ایران بشن، بجنگن با نیروهای جمهوری اسلامی. در امروز واقعا من مصاحبه ای کردم، این رو گفتم از لحاظ محاسبات میدانی میدونیم این اصلا امکان پذیر نیست. این احزاب همه این نیروشون رو روی هم بذارن 2-3 هزار نفر میشن و هیچ کدوم از نیروهاشون اینقدر آموزش دیده نیست که بتونن یه جنگ میدانی بکنن با یه نیروی بسیار منظم مثل سپاه پاسداران و نیروی ارتش جمهوری اسلامی و این اسلحه های مدرنی، نسبتا مدرنی که دارن. این احزاب اگه شناخت دقیقی ازشون داشته باشی، بهترین اسلحه‌ش یک کلاشنکوف و یه تیربار و یه آر پی جی که از دهه 60 براشون مونده در انبارها، باید رو بیرون بیارن و بتونن اگه شاید 2-3 نفر رو پیدا بکنن ازش استفاده بکنن. این شامل حتی ما هم میشه. بنابراین نیروی نظامی این احزاب اصلا در شرایطی نیست که حتی جنگ پارتیزانی دهه 60 رو هم بتونه پیش ببره. خب ما این اطلاع رو داشتیم، ما اونجا هستیم، بنابراین نمیبایست این نیروها رو به عنوان
نیروهایی که هر لحظه به پیاده نظام جمهوری دولت آمریکا و اسرائیل تبدیل میشن و میرن بر علیه جمهوری اسلامی میجنگن و این جامعه کردستان رو وارد یه جنگ میدانی میکنه و شهرها ویران میشه. اصلا چنین امکانی نداشت که اتفاق بیفته و در عین حال من خیلی مطمئن نیستم اصلا این احزاب چنین سیاستی رو داشته باشم. اونم اطلاعات میدانی به ما میگه اصلا این احزاب خودشون تصمیم گرفته بودن به بخشی از این جنگ در این مرحله که داریم تبدیل نشن، به همین دلیلی که پتانسیلش رو ندارن، امکانش رو ندارن، قربانی میشن. خودشون رو میگفتن اصلا ما بریم قربانی میشیم. اون چیزی که این احزاب خودشون رو آماده کرده بودن و قابل نقد بود این بود که در نتیجه جنگ جمهوری اسلامی حداقل در کردستان به عقب نشینی وادار بشه، ساقط بشه، عملا دستگاهاش اونجا رو ترک بکنن، دستگاه های نظامی و امنیتیش، و اینا وارد بشن، بدون جنگ وارد بشن، نه با جنگ. تفاوتی داشت اینجا و هیچ جهتگیری انتقادی و منتقدانه با سیاست آمریکا و اسرائیل نداشتن. یعنی مثل ما چپا نبودن که نفی بکنن دخالتگری یه نیروی امپریالیستی در جامعه ایران و عواقب منفی این رو. اونا بیشتر این رو به عنوان یه فرصت میدیدن. همون گرایش اول که گفتم در سطح ایران گرایش راست جامعه نمایندگی میکرد، در کردستان این احزاب این رو نمایندگی میکرد. این رو یه فرصت میدیدن و باید از این فرصت استفاده کرد و مسئله نفی جنگ و پیامدهای ویرانگر اون برای آینده جامعه ایران رو یا نمیدیدن، یا اگه میدیدن فکر میکنن یه هزینه منطقی است که باید پرداخت بشه برای اینکه از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد. در حال حاضرم در این موقعیت قرار گرفتیم که خط رسمی حزب ما اینه که وارد چین همکاری هایی نمیشیم، از لحاظ ماهیت و جهتگیری باشون مخالف هستیم، ولی در عین حال تلاش یکی مثل من اینه که میدان رو نباید خالی کرد. یه حزب کمونیستی، یه حزب چپ، مثل همون دهه 60 و جنگ ایران و عراق، باید اون جهتگیری رو پیگیری بکنیم، اونجا حضور پیدا بکنیم و از هر شرایطی که پیش میاد ولو خودمون در اون نقش ایفا به اصطلاح نقش تولید کننده اون شرایط رو نداشتیم، ولی به هر حال یه عملیاتی هم داشته باشیم. ممنون. دو تا پرسش رو من با هم ترکیب میکنم، چون یه بخشیش رو تو پرسش قبلتر داده بودید در مورد جنبش ضد جنگ، ولی با یک پرسش دیگه هم که از دوستان رفقا رسیده بگم. با سلام رفیق قادر، جنبش ضد جنگ در دوره جنگ عراق با اون وسعت نتونست جلوی وقوع جنگ و ادامش رو بگیره. شما چه چشم‌اندازی رو برای فعالیت‌های ضد جنگ کنونی متصور هستید؟ و یه سوال کلی‌تر که شاید کمک کنه که در واقع ترکیب بشه، در واقع برنامه عملی کومله و حزب کمونیست ایران در این شرایط چی هست؟ یعنی یه سری راهکارهایی که برای داخل یا خارج کشور می‌بینید. مرسی. فکر کنم توضیح دادن در مورد جنبش دورنمای شکلی جنبش ضد جنگ. تصور من این که در کوتاه مدت چنین جنبشی شکل نمیگیره. اینم درسته که معمولا جنبش های ضد جنگ واقعا به تنهایی نمیتونن پایان بدن به یک جنگ یا جلوی یک جنگ رو بگیرن. وسیع‌ترین جنبش ضد جنگ فکر کنم همون جنبش ضد جنگ علیه جنگ ویتنام بود. تأثیر داشت، به خصوص در آمریکا که شکل گرفت، داشت عملا جامعه رو فلج میکرد. ولی نهایتا در خودش این فشاری که در جریان جنگ به نیروهای آمریکایی در ویتنام اومد و این شکست نظامی در عین حال بود که و بالا بردن هزینه جنگ، چه از لحاظ اعتبار اجتماعی، اقتصادی و اون که عملا رقابت های انتخاباتی در اون دوره و مجموعه عوامل دیگه بود که پایان جنگ ویتنام رو رقم زد. حالا مسائل بین المللی و رقابت بین قطب‌های شرق و غرب در این مورد هم تغییر خیلی زیادی شده و عوامل مختلفی بود که منجر شد به هر حال آمریکا پایان بده به جنگ ویتنام. و فقط حضور یه جنبش اجتماعی وسیع در اونم در سطح جهان، نه تنها در آمریکا، ولو تأثیر بسیار مهمی داشت، ولی به تنهایی
سرنوشت جنگ ویتنام رو رقم نزد. حالا جنبش اعتراضی که علیه جنگ عراق شکل گرفت محدودتر بود، معلومه اون تأثیر رو نمیتونه داشته باشه که پایان بده به جنگ. برنامه عملی کامله برای شرایط کنونی، برنامه کامله حزب کمونیست ایران راستش اینه که در مرحله اول این جنبش های اجتماعی در این جریان جنگ خیلی آسیب نبینن. یعنی به هر حال جنگ در جریانه، یه جریان معینی، یه حزب معینی مثل کمله هم خودش قدرتش که نمیرسه به جنگ پایان بده. اون نفوذی حداقل در کردستان که داره تلاش بکنه از طریق یه سازماندهی اجتماعی به نوعی جامعه رو برای این دوره جنگ آماده بکنه. مثلا خیلی ها بودن میگفتن در این شرایط خب فرصت این جنبش های اجتماعی شکل بدن به یک قیام مردمی، به خصوص در یک منطقه مثل کردستان. جمهوری اسلامی ضعیف شده، نیروهاش تحت حمله نظامی هستن، چرا که نه؟ ما اونایی که نفوذ اجتماعی دارن، حوزه های و هسته های مخفی دارن در جامعه، سازمان بدن اونا رو تا بتونن بقیه جامعه رو وارد یه قیام بکنن آسیب پذیر رژیم. مثلا این سیاست عملی ما بود، نه این چنین کاری رو مطلقا نباید انجام داد. در شرایط جنگی به میدان آوردن فعالین کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی و آخر که معمولا این نیروهای سیاسی در کردستان نفوذ زیادی در درونشون داره، از جمله حزب ما، مناسب نیست اینا رو در زیر تیغ دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی قرار داد. ولی در عین حال اونا رو باید آماده کرد اگه واقعا یک فروپاشی صورت بگیره در نتیجه از جمله این جنگ، نباید غافل بشیم. اون سیاستی بود که عرض کردم، ایفای نقش در شرایطی که خودت سازنده اون شرایط نیستی. یعنی ممکن بود، یکی از احتمالات بود که ممکنه در اثر ادامه این جنگ نیروهای جمهوری اسلامی مثلا کردستان رو ترک بکنن. این در عراق اتفاق افتاد وقتی مورد حمله قرار گرفت، در سوریه چنین مسئله اتفاق افتاد. دولت مرکزی به عنوان یک تاکتیک نیروهای نظامیش رو، امنیتیش رو برای حفظ مناطق بیشتر استراتژیک بهش عقب نشینی میکنه و مناطق کردستان در این کشورها اون تجربیات رو در نظر بگیریم، یکی از اولین مناطقی بود که نیروهای دولت مرکزی ترک میکرد. اون سیاست ما این بود که نباید کمله در چنین وضعیتی بی نقش باشه و احزاب دیگه، نیروهای دیگه برن سکان وضعیت رو به دست بگیرن، تا جایی که به خود همکاری برمیگرده. اگه دوباره به این مسئله احزاب، همکاری با احزاب برمیگرده، سیاست عملی ما این بود که قهر نکنی با احزاب کردستان. حالا باهاشون به توافق نمیرسیم که یه ائتلافی رو تشکیل بدیم، ولی با اونها باید همکاری کرد، باید در تماس بود، هماهنگی کرد، چرا که این نیروهای مسلحی هستن. اگه یه روزی ولو اگه این قدرت نظامی همه ما در سطح نیست جنگ مسلحانه با یه دولت مثل جمهوری اسلامی بکنیم، ولی اسلحه به هر حال در یک شرایط دیگه میتونه یک خطری رو ایجاد بکنه برای جامعه. نیروهای نظامی این احزاب حالا هر چقدر هستن، اگه وارد خاک ایران یه دوره شدن و اونجا دیگه دولت جمهوری اسلامی حضور نداره، باید توافقات عمومی وجود داشته باشه که این نیروها یکی برای خودش دولت نشه، برن یه شهری روی محله رو، یک ساختمان دولتی رو به دست بگیرن و عملا این یک مخاطره برای جامعه بشه. یه بخش دیگه از سیاست عملی ما بود این بود که بتونیم با نیروهای چپ و کمونیست یه ائتلافی رو تشکیل بدیم. حالا فرصت دیگه، یه اتفاقات مهمی داره اتفاق میفته، کاری بکنیم وارد دیالوگ بشیم تا حداقل این سوال رو مطرح بکنیم ممکنه یه ائتلاف وسیع میان نیروهای چپ تشکیل بدیم که اونجا هم غافل نشیم اگه شرایط ویژه‌ای پیش اومد. ممنون. اتفاقا این توضیح آخر شما یه مقدمه برای پرسشی بود که شاید وقت باشه دقیق‌تر توضیح بدید.
برای همکاری با نیروهای دیگه چپ یا سوسیالیست یا کمونیست چه پیشنهاداتی رو کومله حزب کمونیست در نظر گرفت یا اولویت می‌بینی که میتونه محور همکاری باشه؟ خب یکی از این محورهای همکاری هم که بود در سوال خودتون هم بود، بتونیم یک ائتلافی رو به شکل بدیم که در عین اینکه با جنگ مخالفت میکنه یا حداقل تلاش میکنه یه جنبش ضد جنگ رو سازمان بده، ولی به طور مشترک هم بتونیم نقش خودمون رو در جریان خود جنگ هم اگه پایان نیافت پیدا بکنیم. یعنی یه عملیاتی بدیم به نیروهای چپ و کمونیست که فقط موقعیت نفی وضع موجود رو برای خودشون قائل نشن. به هر حال این جنگ میتونه ادامه پیدا بکنه، تبعاتی رو داره. ما نمیتونیم فقط نقد بکنیم، افشا بکنیم وضعیت موجود رو، اون چیزی که اتفاق میفته. خودمون هم باید یک نقش عملی رو پیدا بکنیم. و محور اصلی این بود که مثلا عقب نشینی بکنیم این گفتمان راست جامعه که میخواد از لحاظ ذهنی جامعه رو آماده بکنه برای مقبولیت بخشیدن به این جنگ و ایجاد تغییر از بالا. نیروهامون رو یکی بکنیم تا بتونیم این به عقب برانیم این گفتمان رو. و از طرف دیگه همون چیزی که کماله خودش در کردستان انجام میده، به هر درجه که این احزاب در بخش‌های مختلف ایران نفوذ دارن آماده بکنیم اون بخش از جامعه رو که درش نفوذ داریم برای اتفاقاتی که ممکنه بعد از جنگ یا در جریان جنگ پیش بیاد در جامعه. متاسفانه شاید برخلاف کردستان که یه جریان چپ مثل کمل نفوذ نسبتاً بالایی داره، در سطح ایران ما احزاب چپ این نفوذ رو نداریم مثلا بگیم جامعه رو به یه اعتصاب عمومی بکشونیم یا اعتصابات کارگری یا مدارس تعطیل بشن. حداقل چند شهر رو وارد یه عمل اجتماعی و بسیج اجتماعی مشترک بکنیم. به همین دلیل این نیروهای چپ پتانسیل های خودشون رو جمع بکنن در یک ظرف. این هدفش این بود که به هر حال این سطح تاثیرگذاری رو به بالاترین سطح ممکن ببریم و این شکل نگرفته. متاسفانه این اتفاق نیفتاده تا حالا. شاید موقع خودش باشه نقدی هم بکنیم دیگه به این عدم تمایل خودمون، این به نوعی فقر فرهنگ سیاسی که تعامل با همدیگه رو میان نیروهای چپ رو نمیپذیره، نمیذاره حتی در اوج تغییر و تحولات اجتماعی، در اوج یه شرایط متحول، این نیروهای چپ موانع تشکیل یه همگرایی رو نمیتونن کنار بگذارن. ممنون. البته امیدواریم که به هر حال این شوک جنگ همونطور که ایرادات رو بیرون میاره یه مقدار توانایی ها رو هم بتونه باور کنه که جنبش چپ بتونه بهتر از قبل عمل کنه. البته خب این موردی که شما اشاره کردید در مورد مسئله جنبش ضد جنگ آمادگی برای فعالیت هایی که به هر حال بقایش دست ما نیست، ایده خوبیه که میشه خب شاید با سایر نیروها هم یه تبادل نظر کرد کجاها میشه کارهای مشترکی رو در عمل انجام داد. حالا ممکن در همه موارد توافق نشده باشه. من سوالایی که داشتم تقریبا تموم. یه سوال کلی که چون پاسخش بوده فقط من میگم که شاید نکته خاصی رو بخواید اضافه کنید. اون مسئله اینه که چپ یا نیروهای سوسیالیست و کمونیست تو شرایط فعلی خب خارج کشور یه شرایط دیگه ای داره، داخل هم همونطور که گفتید نیروهای اجتماعی تو این وضعیت به هر حال با امکان مانور یا اقدامات مستقیم در خیابانی کمتر دارن. منتها مواردی دیده شده یا داره میشه که همین تو دوره کرونا هم داشتیم، اینجا هم هست که یه مقدار کمیته های همیاری مردم که به یاری همگیمه که الزاما خصلت چه میدونم سیاسی مستقیم نداره، ولی در حقیقت یه سری بنیان های رابطه رو به وجود میاره که همونطور که شما اشاره کردید اگر فروپاشی رخ بده یا نمیدونم مناطقی از کنترل دولت خارج بشه، در حقیقت خود اون استراکچرها و خود اون ساختارها شاید کمک کنه که به تجربه سال 57 اون کمیته های محلی اون روابط باشه.
این رو به نظرتون در تاکتیکایی که ممکنه تو دوره فعلی بیشتر روش توجه بشه در داخل شانسی میبینید یا فعلا زمینش رو ضعیف میبینید برای داخل کشور؟ برای خارج کشورم که اگر نکته دیگه میبینید، چون یه سری صحبت رو شما کردید تو دوره قبلی. مرسی. من سوال رو خیلی خوب متوجه شدم. منظور کمک رسانیه دیگه، کمیته بله، های بیشتر کمک الان بیشتر رسانی کمک رسانیه یا انسانی. بله بله. بله بله. الان خصلت مستقیم سیاسی نداره. بله بله. ببینید فکر کنم از لحاظ عملی نیست. شما اگه از خارج کشور کمکایی رو جمع بکنید، کمکای مالی یا لوازم دیگه که مورد نیاز مردم هست، راه انتقال اینها رو به ایران چگونه فراهم می‌آوری؟ خب عملی نیست، از لحاظ عملی فکر کنم ممکن نیست. دوره‌های قبل که در سالهای گذشته خیلی تلاش میشد یه صندوق مثلا جمع آوری مالی برای کارگران اعتصابی به شکل بدیم در خارج کشور. یکی از مهمترین مشکلاتی که داشتیم، خب جمع کردیم این پولا رو و چگونه این رو منتقل بکنیم به خود درون جامعه، تازه این برسه به دست اون کارگری که اعتصاب کرده یا میتونه آسیب دیده از انواع و اقسام لحاظ، مثلا آسیب دیده محل کارش هست. این یک مشکله. مشکل دیگه اینه که در شرایط کنونی جامعه ایران حتی اگه موفق بشی این امکانات رو به درون جامعه و اون افرادی که نیاز دارن برسونی، جمهوری اسلامی شاید به طور قطع، نه شاید، میتونه از این استفاده بکنه برای سرکوب و بگی از خارج کمک میرسه، این مال دولت هاست، این مال ضد انقلابه و آخر. به همین دلیل از این لحاظ فکر کنم مناسب نیست. این رو هم اضافه بکنم، تا زمانی که این کمک ها در سطحی نیست که تأثیر به سزایی داشته باشه و محدود باشه، حتی میتونه تفرقه هم درست بکنه. شما باید گزینشی رو، محدودن دیگه کمک ها، گزینشی رو به تعدادی بدی به تعدادی ندی و اون وقت دیگه شما میدونید در چنین شرایطی میتونه باعث تفرقه میان اونایی بشه که کمک رو لازم دارن. اونی که شاید بهتر باشه انجام بدیم به هر اندازه در درون خود جامعه است. چنین فرهنگی در درون جامعه ایران وجود داره. دوری که سیل اومده، نمیدونم زلزله اومده، فجایع طبیعی بوده، دیدیم که چگونه مردم کمک میکنن اون مناطق آسیب دیده رو. شاید اون چیزی که حالا لازم باشه همین رو تبلیغ کرد، این فرهنگ انسان دوستی در اون جامعه رو تقویت کرد از طریق دستگاه های تبلیغاتی خودمون، تا اینکه از بیرون امکانات به خصوص مالی رو وارد جامعه کرد و این رو جمهوری اسلامی بتونه مورد سوء استفاده قرار بده برای سرکوب و آخر مسائل دیگه. و این فرهنگ اگه وجود داره که به نظر من بسیارم قویه، تلاش بشه این تقویت بشه تا جامعه یه حس مشترک انسان دوستی درش وجود داشته باشه و بتونیم این رو بخشی از یک جنبش اتفاقا ضد جمهوری اسلامی تبدیل بکنیم که نمیتونه در دوره جنگ کمک رسانی بکنه به مردمان کشور. یعنی این شما میدونی اگه این یه جنبش در اون کشوری یک کار قانونی تبدیل بشه، زود یا دیر این علیه جمهوری اسلامی تبدیل میشه. میگه تو که دولتی، شما که در حاکمیت هستی، نمیتونی آب رو، نیازمندی های آب و برق و خوراکی و بقیه نیازمندی های اولیه رو تأمین بکنی، خب دیگه مشروعیت هم نداری که در قدرت باشه. حتی اونی هم که سیاسی نیست، منظورمه، در چنین روندی میتونه به یک کنشگر ضد رژیم تبدیل بشه. ممنون. رفیق یوسف اردلان نوبت گرفتن. اگر دوربین رو باز کنید میتونید شما رفیق یوسف پرسشتون رو مطرح کنید. با سلام مجدد به رفیق خیلی عزیزمون عادل علیاسی. یه نکته رو خواستم بپرسم که آیا همین که در صحبتاتون و در جاهای دیگه هم خیلی صحبت کردیم سر همین کمک رسانی هایی که در واقع جا افتاده با تمام مصائبی که برای مردم پیش اومده و دیدیم، از جمله از همون بعد از قیام و منطقه در واقع در کردستان، اون اداره
در واقع شهرها، محلات به دست خود مردم، معلومه که ابتدایی بود، اول بود. ولی یه نکتهش خیلی خیلی مهم بود. اگر این ما با شما که در اون فعالیت دارید و با نهادهایی که در واقع فعالین مخفی، تمام مبارزینی که اونجا میکنن، این رو به صورت یک نهاد در واقع تثبیت شده میتونید ازش استفاده بکنید، چون اون موقع نشد ازش استفاده بکنید. یعنی مسئله حتی شورای شهر سندت که رسمیت پیدا کرد خیلی مهم بود. یعنی مرحله بسیار بسیار مهمی بود که حکومت قبول کرده بود. حتی انتخابات، چون شوخی نبود، واقعا شوخی نبود. ولی اون موقع درست به خاطر همین ضعف‌هایی که داشتیم، همون ندیدن‌ها، تمام نکته هایی که شما وارد هستید بهش، کاری یعنی بازنگری اون دوران‌ها برای اینکه مسائل دیگه پیش بیاد و ما مواظب باشیم که ببینیم این ندیده ها رو، دوباره یادآوری بشیم که دفعه بعد بتونیم ببینیم اینا رو. و به صورت یه نهاد معلومه اون شوراها نمیتونست برای مدت خیلی خیلی طولانی طول بکشه، معلومه که حکومت میومد از بینش میبرد. ولی اگر اون موقع میتونستیم به صورت یه نهاد رسمی و پشتیبانی میکردیم میذاشتیم، برای پله بعدیمون کار راحت تر بود. و الانش هم میشه گفت اون نهادها چون شدنیه، برای قدم اول خودش باز هم نکته‌ایه که میشه ازش بهره گرفت. یعنی بازنگری اون موقع و همین و اداره محلات، شهرها به دست خود مردم، که بعد خود مردم شهرها هستن که منطقه خودشونو تعیین خواهند کرد برای آینده ای که حکومت جمهوری اسلامی نباشه. یعنی این یه چیز شدنیه، الان در من فکر شدنیه، نه این چیز باشه. آیا راجع به این مطلب شما و حزبتون روش کار میکنید یا نه؟ قربان شما رفیق یوسف. بله، به نظر من یه سیاست درستی که در شاید گفت 20 سال گذشته کمال داشته اینه که فرهنگ خودسازماندهی درون جامعه رو تقویت بکنه. اون نه به عنوان یک حرکت حزبی، نه اینکه بره حوزه های حزبی رو تشکیل بده، افرادی رو پیدا بکنه که عضو تشکیلات مخفیه کماله بشن، بلکه به عنوان یه فرهنگ اجتماعی که آدمایی که به هر دلیل یه علاقه مشترکی دارن، سیاسی و غیر سیاسی، اینا بتونن به عنوان اولین اقدام همدیگه رو پیدا بکنن و در همون چارچوب قانون جمهوری اسلامی به سازمانهای معینی به شکل دادن این سازمانهای دست بزنن و اینا رو ثبت بکنن. ما اسناد زیادی داریم در مورد کار قانون علنی و قانونی. این بخشی مثلا از برنامه های تلویزیونی و رادیو و مقالات نشریات ما بوده که چگونه باید نهادهای قانونی و علنی رو سازمان داد، نه به خاطر اینکه اینا رو بعداً ابزار حزبی به ابزار حزبی تبدیل کرد، بلکه اون رو به عنوان فرهنگ جامعه تبدیل کرد که حالا نتیجهش این میشه که برای فعالیت سیاسی مورد پسند هست و مورد استفاده قرار میگیره. این بحث دیگه ای است. تأثیر داشته، بله این تأثیر رو داشته. شما حتما تعقیب کردید دیگه، سازمان هایی که برای محیط زیست شکل گرفتن، حقوق زنان، حقوق کارگران، همه اینها، حقوق حیوانات، یک جنبش بسیار عظیمیه در کردستان. ما اصلا سازمان حتی در مناطق بسیار حاشیه‌ای شهرهای بزرگ همچنین فرهنگی گسترش یافته و این کمک کرده به طور واقعی که در یه جریان، یه شرایط فوق العاده هم مثل فجایع طبیعی یا جنگ، اینها اکتیو میشن برای اینکه کمک بکنن به مردم. البته این سنتی قدیمی است. رفیق یوسف شما اشاره کردی به شوراهای شهر سنندج که شما خودتون از پایه‌گذاران اونا هستی. همون کمک رسانی که به ترکمن صحرا شد، اون کاروانی که جون خودشون رو از دست دادن در این تصادف ماشین،
اون فرهنگ به اصطلاح تشکل یابی و کمک رسانی به طور سازماندهی شده از اون موقع 58 59 به طور واقعی کماله مبلغش بوده و اکنون نمیتونم حتی ادعا بکنم سکانش در دست ما هست. یعنی اینقدر یه فرهنگ عمومی در کردستان تبدیل شده دیگه تنها یه حزب نیست که بتونه بگه فقط منم این کار رو انجام بدم، بلکه خود جامعه این رو تثبیت کرده به عنوان بخشی از فرهنگ خودش. ممنون. من دست دیگه ای رو بالا نمیبینم از پرسشات. پرسشی هم توی چت دریافت نکردم. برای جمع‌بندی و پایان بس اگه خودتون نکته رو لازم میبینید ممنون میشم بگید و ممنون از وقتتون که تو این گفتگو شرکت کردید. بفرمایید. در صحبت خیلی زیادی ندارم، فقط به این جنبه جنبندی رو اینطوری بگم که ما نیروهای چپ احتیاج داره این دو عرصه از فعالیت رو با همدیگه تفکیک بدیم و همسو بکنیم. میشه گفت نفی وضعی موجود، نفی اون چیزی که اتفاق میفته از جنگ و اون نقشی که به دولت ها دارن ایفا میکنن، ولی در عین حال باید اگه حتی در سطح خیلی محدود هم بوده نقش عملی رو هم برای خودمون در نظر بگیریم. یه نیروی سیاسی نمیتونه مقبولیت اجتماعی پیدا بکنه اگه فقط منتقد باشه و نفی بکنه حوادث و اتفاقاتی که دارن رخ میدن. باید جامعه حتما یه عاملیتی از اون نیرو ببینه تا بتونه جلبش بشه. به نظر من اونجا ما به عنوان نیروهای چپ و کمونیست کمبودهایی داریم و شاید این کمبود هم باشه که جلب نمیشه نیروی وسیع توده‌ای به ما. صحبت از یک جنبش ضد جنگ بود در خارج کشور. اگه ما داشتیم هزاران نفر که حالا عضو احزاب کمونیست هم نمی بودن، حداقل در القه های نزدیک این احزاب حضور پیدا میکردن، به فراخوان های این نیروها پاسخ میدادن، چرا که نه در سطح محدود هم بود میتونستیم یک جنبشی رو سازمان بدیم. ولی به دلیل اینکه از نگاه جامعه به نظر من و جامعه خارج کشور به خصوص که حالا مورد بحثمونه این احزاب سیاسی و کمونیست بیشتر به عنوان جریاناتی که نفی میکنن وضعیت رو و نقش عملیشون برای تغییر اون شرایط به هر حدی هست غایب میدونن، این باعث شده که جلب نمیشن به نظر من. و امیدوارم در آینده بتونیم شکل بدیم به همون بخش دوم نقش احزاب و جریانات چپ، یعنی خودمون یه نقش واقعی و عملی رو هم ایفا بکنیم در شرایطی که در ساختنش نقشی نداشتیم. بسیار ممنون و باز هم تشکر به خاطر وقتی که گذاشتید برای این گفتگو و امیدوارم تو فرصت‌های دیگه بخش‌های دیگه و یا موضوعات دیگر رو دقیق‌تر با هم صحبت کنیم. شب و روزتون بخیر.